افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خردترکان عزیز، حالا شما ادامه افسانه بوزک جنگیلپا را در قرائت براحت شکورова میشنوید. سگ حیران شده پرسید: کیست در این بامکی لرزانکی ما؟ خاک نریزد در آشکی یوغانکی ما. آشکی یوغانکی ما شور شد. مهمانی عزیزی ما کور شد. بوزک بامی سگ را سخت‌تر کوفته گفت: منم بوزک جنگیلپا، میزنم به هر دو پا. علولکم را تو خوردی، بلولکم را تو خوردی، خشتکی سری تنورکم را تو خوردی. بالا شینکم را تو خوردی، ته شینکم را تو خوردی، تاق چپرکم را تو خوردی، میخ چپرکم را تو خوردی. برا به جنگ شاخی من. سگ از درون سرش را برآورده گفت: ای بوزک جنگیلپا، چی میزنی به هر دو پا؟ علولت را نخوردم، بلولت را نخوردم، خشتکی سری تنورت را هم نخوردم، تاشینکت را نخوردم، تاق چپرک و میخ چپرکت را نخوردم. نمیبرایم به جنگ شاخی تو به خانه شغال رو، احتمال شغال خورده باشد. بوزک به خانه شغال رفت. با بالای بام شغال برآمده با پایهایش دوگ دوگ زدن گرفت. در خانه شغال هم مهمان بوده است. به سر مهمان روی دسترخوان شغال خاک بارید. شغال خشمگین شده فریاد کرد: کیست در بابکی لرزانکی ما؟ خاک بریزد در آشکی یوغانکی ما. آشکی یوغانکی ما شور شد، مهمانکی عزیزی ما کور شد. بوزک بام شغال را سخت‌تر زده گفت: منم بوزک جنگیلپا، من میزنم به هر دو پا. علولکم تو خوردی، بلولکم تو خوردی، خشتکی سری تنورکم تو خوردی. بالا شینکم تو خوردی، تاشینکم تو خوردی، تاق چپرکم میخ چپرکم را تو خوردی. برا به جنگ شاخی من. شغال از خانش بیرون برآمد و گفت: ای بوزک جنگیلپا، چی میزنی به هر دو پا؟ علولت را نخوردم، بلولت را، خشتکی سری تنورت را نخوردم، تاشینکت را نخوردم، تاق چپرک و میخ چپرکت را هم من نخوردم. نمیبرایم به جنگ شاخی تو. بچه های تو را غیر از گرگ کی میخورد؟ به خانه گرگ رو، جنگیدنی باشی با گرگ بجنگ. گفت شغال. بوزک رفته به بام گرگ برآمده با پایهایش بام را سخت کوفتن گرفت. در خانه گرگ هم مهمان بوده است. خاک به سر و روی مهمان ریخت. گرگ در غضب شده فریاد کشید: کیست در بامکی لرزانکی ما؟ خاک میریزد در آشکی یوغانکی ما. آشکی یوغانکی ما شور شد، مهمانکی عزیزی ما کور شد. بوزک غضب کرد و گفت: منم بوزک جنگیلپا، میزنم به هر دو پا. کی خورده است علولی مرا؟ کی خورده است بلولی مرا؟ کی خورده است خشتکی سری تنوری مرا؟ کی خورده است بالا شینکم را؟ کی خورده است ته شینکم را؟ کی خورده است تاق چپرکم را، میخ چپرکم را؟ کی میبراید به جنگ شاخی من؟ گرگ از خانه‌اش برآمده به بوزک خشم کرده گفت:
ای بزک جنگلپا، چی میزنی به هر دو پا؟ من خوردم علولی تو را، من خوردم بلولی تو را، من خوردم خشتکی سری تنوری تو را، بالا شینکت را هم من خوردم، تاق چپرکت را من خوردم، مخ چپرکت را من خوردم. میبرایم به جنگ شاخی تو. بوزک جای جنگش را گفته به خانهش آمد و خمیر کرده نان و کلچه های شیرمال پخته به پیش استای آهنگر رفت. استا نان و کلچه های با مزه را گرفته، شاخهای بوزک را آهن پوش کرده، نوگ آنها را چنان تیز کرد که سنگ را زند شکاف میکرد. گرگ دید که بوزک به پیش آهنگر رفت. وی هم از پس بوزک روان شد. در نزد حوله آهنگر یک گوساله فربه حقق بوده است. گرگ آن را چاک کرد و دل و جگرش را خورد و دو پایش را دستاویز کرده پیش آهنگر در آمده گفت: ای آهنگر، زود دندانم را تیز کن، به جنگ بوزک می روم. آهنگر پایهای گوساله را دیده فهمید که گرگ بد نفس گوساله او را خورده است و باز شرم نکرده پایهایش را دستاویز کرده آمده است. ایستا، من حالا تو را باب میکنم، گفت استا در دلش و دندانهای پیش گرگ را یک تا کنده پرتافت و به جایش پون بدا نشیند. دندان عقیبش را سویان زده کند کرد. گرگ باشد خرسند شده به جای جنگ رفت. بوزک پاییده ایستاده بود. گرگ دویده آمده با بوزک حمله کرد. دندانهای پیش گرگ یک تا نمانده ریخت. اکنون نوبت من، گویان بوزک عقیب نگرفت. رفت و یک بار پیش آمده. با شاخهای چون الماس تیزش چنان به شکم گرگ زد که شکمش درید و چپا شده افتاده مرد. الولک و بلولک، خشتک سری تنورک، تاق چپرک و مخ چپرک، بالاشینک و ترشینک، همه بچه های بوزک جنگلپا از شکم گرگ برآمده مادرشان را دیده خرسند شده بوزک جنگلپا را آغوش کردند. بوزک بچه هایش را زنده و سلامت دیده شاد شده آنها را به آغوش گرفته به خانهش گرفته برد و به مراد و مقصدش رسید. الها، شما هم اصلکانی بیبیش به مراد و مقصدتان رسید. به شما افسانه مقل شد؟ اصلکانی من، بر شما خواب شیرین خواهانم. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام